اسرائیلی ها از آن حیرانند که چی طور در اوج جنگ با حماس و حزب الله ایران شهروندان زیاد اسرائیل را به طور بی سابقه به جاسوسی جلب کرده است. از جمله دو سرباز ذخیروی ارتش اسرائیل که یکی از آنها به گفته پلیس به ایران درباره گنبد آهنین اسرائیل معلومات روان کرده است. این گنبد آسمان اسرائیل را از حمله های موشکی حفظ می‌کند. مقامات اسرائیل باور دارند که ایران در دو حمله موشکیش در سال گذشته به خاک این کشور از معلومات فرستاده جاسوسانش استفاده کرده است. ما می‌دانیم که در حمله اول ایران پایگاه جولانی و رفائیل را در شمال هدف قرار داد. با احتمال زیاد این را با کمک شخصانی کردند که به آنجا فرستاده بودند و از طریق جی پی اس مکان را دقیق نمودند. دو سرباز ذخیروی ارتش از آخرین نفرانی بودند که با گمان جاسوسی به فایده ایران بازداشت شدند. بازداشت گمانبران به جاسوسی در اسرائیل به حد زیاد شد که در زندان ریمانیم یک جای علاوگی باز کردند. آنها در زندان نظامش پرزور و برابر با شرایط جنگجویان بازداشت شده حماس نگهداری می شوند. تلویزیون اسرائیل خبر داد که ایران از طریق تلگرام با آنها تماس داشته است و از 20 تا 4,000 دلار برایشان حق خدمت می داده است. کارشناسان می گویند گمانبران به جاسوسی پیش از آن که به کارهای خطرناک دست زنند بازداشت شدند. یک روز درک میکنید که کار شما خطا است یا شما شخصی شبهه آور شده اید و آشکار میشوید چون کارهای خطرباری کرده اید. راه بازگشت نیست، چون آنها میگویند اگر این کارا نکنی کارهای دیگرت را آشکار میکنیم که نابود میشوی. اکثر بازداشت شده ها روس زبان هستند که به اسرائیل مهاجرت کردند. در اسرائیل بیش از 1 میلیون یهودی زندگی میکنند که از روسیه آمدند و از این کشور کمک اجتماعی میگیرند. بعضی بازداشت شده ها گفتند که مشکلی مالی داشتند. برخی مهاجران از روسیه آمده از بحران اقتصادی در نتیجه جنگ طولانی و از خدمت درازمدت حربی خسته شدند. تلاش های مقامات ایرانی برای جلب بیشتر جاسوسان در شرایطی است که حالا در اسرائیل احتمال حمله به پایگاه های اتمی ایران در ماه‌های نزدیک در دایره های گوناگون بحث می شود.